بچم بداو که روزنامه تا بیار ما طرف پراور کنم چی گپایی بداو این بچم روزنامه دو بسه قتلو باف کدگی ایکو به سوادی ده بچم به سواد دادا وقتش دادا ما استاد کنکی مکتبت ماشینی همو افتام ناتوریه کت کدی تو افتار کنم جون ما قطعت بدن نمیتونم ما جدو میشیم گیره نکو جون همین اجده داشتی ازیه تو فکر کردی که من گریه نینم از اچمم آو میرزه دکنم دا زن میزنم جلبه میکنم استاریا زیقی نینم از همین اجده داشتی جبه ببین گربه که نمیتونه اده پلنگو در بیاره پس کم میو میو کن همی خیاسی میکنی راست میگین بو میکده میدونیم بوی چی؟ بوی موفقیت باورتون نمیشود این گیاهی که در دست من میبینید روغن خلبه این گیاه تا دیروز در کاکلهای مادرها آویزان میشد برای بوی خوشش و امروز عالمان اثبات کردند و متخصصای شرکت شفافرما تجربه کردند که این گیاه برای بیماری‌های قند، دل، سرطان، ارتریت، پروستات، فویض اسپرم را زنده و زیاد کردند و رام‌های درونه و همچنین زخم‌های درونه و بیرونه شیر زن را زیاد کردند، تستوسترون مرد را زیاد کردند، برای حوصله زن را زیاد کردند، همچنین برای بیماری سنگ و نمک گرده و پیشابدان، روده و معده، برای سخت کردن سینه زن، برای درد حیض را همچنین سبک کردن. همچنین این گیاه دارای ویتامین های A, A, C و گروه B می باشد. شما اگر خواهید که این گیاه طبیعی را دسترس نمایید پس با متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. در کامنتاری نویسید شفافرما گل جان گلیم از حیران ماتمه ناوی من بیرو بجمران امروز تولد پسرمه میخواد شما رو فوت کنه و آرزو کنه بفرمایید. آره من تنها یه دونه پسر هستم خب که اگه روز تولدش باشه که آرزوش هستش که ننهش بره یه شوهر کنه. به خدا کی بچه کی اینو میگیره؟ کی اینو میگیره؟ تو خدا یه کسی اینو برمیداره؟ قولش به هیچ کس نمیدی. یه چیزی بگین که بوی خیلی خوبی داره ولی عطر نیست. وای خدا این دوتا چقدر خوشگلم کاش منم دوتا این شکلی داشتم. اوه Thank you.